سلام، من دکتر سارا سجادی فر هستم، روان درمانگر. توی این قسمت از پادکست عزت نفس در رابطه داریم قدم به قدم جلو میریم به سمت رابطه سالمتر با خودمون و دیگران. توی اپیزود قبلی گفتیم که بدون عزت نفس هیچ رابطه‌ای نمیتونه برات سالم باشه. حالا قراره بفهمیم چرا گاهی دلمون میره سمت آدم‌هایی که نه تنها قرار نیست ما رو کامل‌تر بکنن، بلکه قراره آسیب ببینیم و عزت نفس ما رو از اینی هم که هست بدتر بکنن. چرا آدم‌های درست جذاب نیستن برامون، ولی بالعکس آدم‌های اشتباه یه چیزی انگار توی ما روشن میکنن و ما رو به سمت خودشون میکشونن. ببین، ذهن ما معمولاً به دنبال امنیت نمیره، بلکه به دنبال یک الگوی آشنا میگرده، حتی اگر اون الگو برامون دردناک بوده باشه. از دیدگاه طرحواره درمانی ما از بچگی یاد گرفتیم عشق چه شکلیه. ما این رو دیدیم، توسط والدمون دیدیم، لمس کردیم، اون هیجان‌های ناکارآمد رو، اون اضطراب جدایی رو، اون احساس ناامنی که از والدینمون دیدیم رو یاد گرفتیم و این یادگیری تبدیل میشه به GPS ذهنیمون توی رابطه ها. مریم یکی از مراجعای من 34 ساله همیشه جذب مردایی میشد که حواس پرت بودن، دیر جواب میدادن، در دسترسش نبودن یا اصلا وسط رابطه یهو سرد میشدن یا میذاشتن میرفتن. وقتی که برگشتیم به کودکیش فهمید پدرش اغلب غایب بوده، در دسترس نبوده از نظر فیزیکی، یا اگر هم بوده انقدر مشغول خودش و گرفتاریهاش با مادرش بوده که اصلا حواسش به مریم نبوده. مادرش هم مدام توی غر بوده، توی قهر بوده و مدام در حال تهدید کردن پدرش بوده. پس اون یاد گرفته عشق یعنی دلهوره، عشق یعنی من همیشه تقلا بکنم که یه نفر رو فیزیکی کنار خودم نگه دارم، توجهشو به خودم جلب بکنم. چرا؟ چون همیشه نگرانه که این آدم نکنه یه روزی بره. حالا که صحبت از طرحواره درمانی شد، میخوام بدونید که وقتی طرحواره ها فرمان میدن چه اتفاقی میفته. وقتی در موقعیت‌های قرار می‌گیریم که طرحواره‌هایی که از کودکی در ذهن ما شکل گرفته، وقتی که فعال میشن، در واقع چی کار میکنن؟ اول ببینیم چه طرحواره‌هایی رو از کودکی داریم یدک میکشیم. اولین و مهمترین طرحواره طرد یا رها شدگیه. یعنی اینکه نگران از دست دادن آدما، نگرانم تنها بمونم، نگرانم آدما منو ترک بکنن، منو طرد بکنن. دومین طرحواره مهم محرومیت هیجانیه. یعنی کسی نمیتونه منو درک بکنه، کسی منو نمیفهمه، اصلا از نظر عاطفی اصلا انگار دیده نمیشم. طرحواره سوم طرحواره نقص و شرمه. یعنی من یه جورایی، یه مدلایی پر از نقص و ایرادم، من کافی نیستم، من کامل نیستم. اگر کسی منو بشناسه، اگر کسی اون واقعیت من رو بدونه، منو رها میکنه، منو ول میکنه. در واقع یه جورایی خیلی از مراجعای من میگن ما احساس میکنیم که یک ویرانه ایم. طرحواره چهارم طرحواره وابستگیه. من تنهایی از عهده مشکلاتم بر نمیاد و نگرانم که در واقع توی زندگی تنهایی بخوام کاری رو انجام بدم، چون مطمئنم که نمیتونم. وقتی کسی رفتاری نشون میده که این زخم‌ها رو دوباره براتون باز میکنه، اصطلاحاً این طرحواره‌ها تاچ میشن و فعال میشن، مغزت داره بهت میگه ببین این آشناستا، بدو دنبالش، خودشه، برو. چرا؟ چون ذهنمون میخواد داستان قدیمی خودش رو درست بکنه. یعنی تو در صدد این هستی که اگر اینها رو قبلا هم تجربه کردی، این بار بری دوباره، بری دنبالش و این بار درستش کنی، این بار اونجوری که میخوای بچینی. ولی اشکال کار کجاست؟ ما داریم بازی قدیمی رو با آدمی جدید تکرار میکنیم، نه اینکه بخوایم زخم قدیمی رو درمان بکنیم. حالا بیایم ببینیم چرا رابطه‌های سالم برامون کسل کننده.
الهه میگفت آدم‌های آروم با ثبات و آدم‌هایی که در دسترسم هستن خیلی زود تلفنم رو جواب میدن و خیلی راحت نیازهای عاطفی من رو کلامی و غیر کلامی ارضا میکنن، حوصله‌مو سر میبرن. ولی در واقع اون از آرامش میترسید، چون بلد نبود باهاش کنار بیاد. ذهنش به جای اضطراب، قهر، نگرانی، چشم انتظاری رو میخواست. یعنی در واقع معتاد این شده بود که آدم‌ها چشم انتظارش بذارن. رضا هم میگفت تا یه نفر یه ذره سرد میشه، انگار من بیشتر جذبش میشم، انگار بیشتر پیگیرش میشم. اونجاست که اصلا احساس میکنم عاشقش شدم. ولی در واقع این عشق نیست، فعال شدن طحواره رها شدگیه. و همینجاست که من به مراجعان میگم ذهن تو دنبال بهانه است، دنبال توجیهه. یعنی اگر یه آدم امن، سالم، با مرزهای مشخص میاد تو زندگیت، میدونی ذهنت چی بهت میگه؟ میگه احساس خاصی بهش ندارم، اصلا جذاب نیست، خیلی خوبه ولی نمیدونم چرا باهاش هیچ حسی نمیتونم برقرار بکنم، ارتباطی برقرار بکنم. میگه که اونقدر مهربونه، انقدر خوبه، انقدر آقاه، انقدر خانومه که گاهی فکر میکنم داره ادا در میاره. این خود واقعیش نیست. این افکار در واقع دفاع ذهنی در برابر چیزی که برات آشناست. چرا؟ چون ذهن ترجیح میده با چیزی که آشناست ولی دردناکه بمونه تا چیزی که سالمه ولی ناآشنا رو تجربه بکنه. ناتانیل برندن میگه ما جذب کسایی میشیم که نقشی شبیه کسایی دارن که عزت نفس ما رو در گذشته شکل دادن، حالا چه مثبت چه منفی. ذهن ما مثل یک GPS عمل میکنه که فقط مسیرایی رو بلده که تو کودکی رفته، حتی اگر اون مسیرها پر از دستانداز باشه، پر از چاله چوله باشه، اصلا یک بیراهه اشتباه باشه، چون اینو بلده. مسیر جدید که آسفالته، مسیر درستیه بلد نیست، پس ذهنش داره اون رو اون سمتی میکشونه. حالا بیایم با هم دیگه تمرین عملی انجام بدیم. تمرین شماره 1. بنویس که چه ویژگی هایی تو آدم ها بیشتر توجه تو جلب میکنه. حالا فکر کن این ویژگی شبیه کیه تو کودکیت؟ پدرت، مادرت، اون مراقب اصلیت، رابطه قبلیت. تمرین شماره 2. یه رابطه گذشته تو انتخاب بکن و سوال کن. مدام چه احساسی تو اون رابطه داشتی؟ یعنی چه هیجاناتی و احساسی رو تجربه میکردی؟ غالب مواقع. آیا این احساس برات آشنا بود یا جدید بود؟ یعنی قبلا نمونش رو توی روابط دیگه، خانواده، رابطه قبلیش تجربه کرده بودی یا نه یه حس جدید بود؟ سوال بعدی، داشتی تلاش میکردی چی رو درست بکنی؟ تمرین بعدی، یه نفر سالم و امن رو توی زندگیت انتخاب بکن، یه دوست، یه همکار. چند دقیقه کنارش بشین و فقط به این فکر کن. آرامش احساسیه که ذهن تو باید یاد بگیره، نگران کننده نیست. همونجور که گفتم، چون ذهن این افراد در واقع از آرامش زیاد احساس نگران کنندگی بهش دست میده. اما میخوام در واقع برای این که شما یاد بگیرین چطور، چون سوال خیلی از مراجعات، چطور متوجه بشیم که یه آدم میتونه آدم اشتباهی باشه، یا بهتره بگیم نشانه هایی که باید خیلی زود جدی بگیری همون اوایل، یا حتی اگر یه نوع رابطه ای داری که قبل از اینکه تبدیل به رابطه عاطفی بشه، وقتی داری میبینی باید این نشانه ها رو جدی بگیری، بدونی که در واقع بازی طحواره ایه. خب اولین نشانه وقتی که برای حفظ رابطه باید بجنگی، یعنی برای اینکه بخوای رابطه رو نگه داری مدام داری میجنگی، نگرانی های زیادی داری. دومین نشانه وقتی که بیشتر مواقع کنار این آدم اضطراب داری. سومین نشانه وقتی که یه آدم خیلی زود داره بهت نزدیک میشه، اصطلاحاً بهش میگن لاو بامبینگ، یعنی خیلی زود و هیجانی داره تو رو سرشار از هیجانات دوست داشتن و عشق و اینها میکنه. نشانه بعدی یه آدم‌هایی که اصطلاحاً یهو ناپدید میشن، همون گوستینگ، یهو غیبشون میزنه، یهو میبینی 2 روز نیستن، هستن بعدش. نشانه بعدی
وقتی که حس سوء استفاده داری، یعنی حس میکنی که یه فردی داره ازت سوء استفاده میکنه به هر ترتیبی، سوء استفاده علمی، سوء استفاده مالی، سوء استفاده عاطفی، و تو در واقع خودتو سرزنش میکنی، یعنی بعد از اینکه اون اتفاق افتاد میای و مدام خودت رو سرزنش میکنی. خب ما توی این اپیزود متوجه شدیم که چرا جذب رابطه های آدم هایی میشیم که دردناکن ولی آشنا هستن. فهمیدیم که ذهن دنبال تکرار الگوهای کودکیه، نه دنبال واقعیت رابطه سالم، و همین ما رو بارها وارد چرخه تکرار زخم میکنه. ولی حتی وقتی که میفهمیم رابطه نیست، چرا نمیتونیم تمومش بکنیم؟ توی اپیزود بعدی میخوایم سراغ همین موضوع بریم. چرا نمیتونیم از رابطه‌ای که میدونیم برای ما خوب نیست بیرون بیایم؟ ازت ممنونم که همراه این مسیر بودی. ما توی فصل بعد یه قدم دیگه کنار هم برمیداریم.